من اگه الان برم تو داروخانه یه مش قرص و دارو بعدم بریزم تو حلق خودم که باشم آبروش، بعید میدونم این حجم از عوارض دچار بشم. سعی می‌کنم اونچه که به لحاظ عوارض بالینی دیدم در اختیار عزیزان مخاطب بذارم. علت ماست بحث امنیتیش هست. طبیعتاً تبعات صحبت‌هایی که الان اینجا داره میشه توسط بنده متوجه بنده است. همون کسانی که دکتر ربازاده رو وقتی حرفی زد به سلابه کشیدنش در به در دنبال هویت شما هستن، میان تو دایرکت بنده که آقای دکتر محمدی تو خدا آدرسشون رو بدید، ما کار واجب داریم. این همه دکتر اینا پزشک. حالا چرا شما دنبالی که ببینید پشت اون ماست دقیقاً این چه شهرکی شما نظامش چنده؟ بنده‌ای که دارم میام با نام دکتر محمدی طبیعتاً اسم دقیق بنده این نیست. سر سوزن آی کیو وجود داره که اگه می‌خوایم اسمی بگیم طبیعتاً اینجوری نگیم که شناسایی بشه. بعضی ازا میگن پزشک نیست، نمیدونم مدرک شکوجی گرفت. اولی که بنده پزشک باشم نباشم برای بنده سر سوزن اهمیتی نداره، کسی قبول بکنه یا نکنه. کسی که پزشک باشه متوجه میشه که بنده پزشک هستم یا نیستم. از روی ادبیاتی که آدم صحبت می‌کنه. مخاطب بنده واکسن زده‌های موافقن. بعضی میگن آقا ما که دو دوزمون رو زدیم دیگه برای چی شما عوارض رو میگی؟ بحث اینه که قرار نیست به دوز 2 و 3 هم حتی تموم بشه. حتما تا دوزهای بالاتر خواهید رفت. جلوی ضرر رو از جا بگیرید منفعت اب نداره دو تا زده باشی یا سه. در هیچ سایتی درش خبرگزاری شما از عوارض واکسن خبری نمی‌بینید. پزشکان حق ندارن که گواهی فوت کلمه‌ای در رابطه با عوارض واکسن بنویسن. گواهی فوت اون قسمت پایین صفحه 3-4 تا بند داره آقای دکتر. حالا شما تصور کن تو هیچ یک از اینا بحث واکسن نمیاد ازن. میگن که هیچ فوتی نداشتیم. مرداد ما اومدن یه آمار دادن از دستشون هم در رفت. توی 3 میلیون دوز تزریقی حدود 11000 فوتی داشتن. حالا شما الان بدون 110 میلیون دوز زدن حساب کن خودت. بعد توی واکسن ها بعضیش پلاسبو یا دارونماس یا همون آب مقطری که مردم میگن آیا تو این دوزهایی که زدن آب مقطری بوده یا نبوده؟ بعضی میگن آقا ما هیچی ممکن نشد. لذا این خیلی مهمه. فرد چه سنیه، چه جنسیتی داره، پس مدیکال هیستوری یا بیماریای زمینه‌ایش چی بوده در قبل، چند دوز زده، چه واکسن هایی زده. همه این متغیرها باعث میشه که در افراد مختلف متفاوت باشه عوارض واکسن. عزیزانی که واکسن زدید دوز 1، 2 یا 3، کسانی که واکسن نزدن سپر بلای شما شدن الان. یعنی اینها دارن تمام این محدودیت‌های غیر قانونی، غیر علمی، غیر شرعی رو به جان می‌خرن. اگر اینها بزنن بعد سراغ دوز 1 ها همین محدودیت‌ها رو اجرا خواهند کرد. میگن شما دوز 2 تا نزنیم ما اصلا امکانات نمیدیم. بعد از دوز 1 ها میرن سراغ دوز 2 ها. کارخونه که قراره تا شهریور سال بعد یکی از کارخونه‌های داخلی ما فقط 90 میلیون دوز قراره تولید بکنه، قرار نیست به غیر انسان تزریق بشه یا تو بقالی فروخته بشه. این قراره به من و شما مردم ایران زده بشود. من عوارض رو دسته‌بندی کردم. دسته 1 شامل عوارض کوچیک و عوارض خیلی شایع. اینا رو دونه بدونه با کد ملی، شماره تلفن، چند دوز واکسن زدن، چه واکسنی زدن و بعد از کدوم دوز واکسن علائم شروع شده. اینها رو دارم همش. طرف فرزندش رو از دست داده، فلج شده، از گردن به پایین تکلم رو از دست داده. تا بگیرید کوچیکاش الان عرض می‌کنم خدمت شما. این دسته‌بندی خودم هست. هیچ اصراری ندارم کسی اینا رو قبول بکنه یا نکنه. ولی همکاران پزشک من اینها رو به عنوان افراد عادی می‌بینن. ببینید افرادی اومدن میگن راست میگید دکتر ما 2 سال، 3 سال، 5 سال مریض نشدیم، حتی کرونا هم نگرفتیم، ولی الان تو 1 ماه اخیر بعد از زدن واکسن حالا دوز 1 یا دوز 2 بیمار شدیم. حتی بعضیشون میگن تو 1 ماه اخیر من 2 بار بیمار شدم. یکی دیگه از بیماران من بود میگه که آقا من تو 2 ماه اخیر 5 بار یا 4 بار مریض شدم، یعنی سرماخوردگی. خب این یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنی اینقدر تضعیف میشه که در واقع فرد حتی در مقابل عوامل عادی هم به راحتی و سریع در واقع همون کسی که 4 سال بوده بیمار نشده ولی دوز 1 دوز 2 رو زده و بیمار شده. ریزش موی شدید متواتر و متعدد دارم میبینم، یعنی مخاطب خودشون دارم میبینم. ریزش موجه چشم بعد از زدن واکسن همین. البته بعضی از اینا مشترک با خود بیماری کرونا هم هست، ولی توی واکسن بحث ما شما واکسن رو داریم به زور به مردم میزنیم و میگیم اگه نزنی من اجازه نمیدم کارمند بیاد ادارش، اخراجش میکنم. ضعف و بیحالی طولانی به نحوی که فرد میگه آقا من با فعالیت کم خسته میشم دکتر و جون دیگه ندارم کار بکنم. بعد طولانی هم هست، نیست بگیم 2 روز بعد از واکسن. عوارضی که من دارم عرض میکنم منظورم اون عوارض بعد از واکسن نیست عزیزان. اینا 1 هفته 10 روز بعد از واکسنه که دیگه میدونیم اون عوارض اولیه واکسن رد شده. اینا دیگه بیماریه در واقع. خستگی طول کشیده که بهش میگیم CFS Chronic Fatigue Syndrome، سندرم خستگی مزمن، در بسیاری از اینا داره دیده میشه. دردهای عضلانی و اسپاسم‌های عضلانی در نقاط مختلف بدن، پشت ساقای پا، مثلا پشت، کمر، دردهای استخوانی جنرالیزه، رفع سینه و کمر بگیرید شما تا زانو و لگن و غیره. از بین رفتن حس بویایی که هیچی، چشایی و اینها گرچه این مشترک با خود بیماری هم هست. تغییر و بدبو شدن ترشحات بدن شامل عرق، ادرار و مدفوع بعد از زدن واکسن و اینا قبلش اصلا این مشکلات رو نداشتن. به مدت طولانی افراد مختلف دست و بازویی که توش واکسن تزریق شده معمولا حالا دست چپ هست، دست و طرفی که بالا نمیتونن بیارن. آید چه تزریقیه که باید کل دست تعطیل بشه و به مدت طولانی بعضا ماه‌ها طرف تا 3 ماه 4 ماه درد دست رو داره و نمیتونه اون دست درست کار بکنه. عوارض متوسط داریم. حالا متوسط از نظر بنده است، ممکن همون کوچیکاش هم بزرگ باشه. افسردگی شدید، چیزی که خیلی عجیبه، MDD میگیم ماژور دپرشن. فردی اصلا مشکلی نداشته قبلش، سابقه بیماری اعصاب روان هم نداشته. بعد از واکسن میگه آقای دکتر من اصلا دوست دارم برم گوشه گیر شدم، دوست دارم همش گریه کنم. بعد که صحبت می‌کنیم می‌بینید دقیقاً 3 روز چه می‌دونم 10 روز بعد
از زدن دوز 2 دوز 1 این دچار عوارض. بعضیا میگن دکتر آستانه تحملمون به شدت اومده پایین. این چیزی است که توی این فرد سابقه نداشته. خانمی تو سوال نوشتن که پسر من بعد واکسن مرتب عصبانی میشه و حمله میکنه به افراد. عصبانیت‌های عجیب غریبی که تو بزرگسال من دیدم، تو نوجوان ندیدم، که ولی خود فرد اذعان میکنه من تمام عمر اصلا آدم عصبی نبودم. یعنی خودش اذعان میکنه، همسرش اذعان کرده به من گفته. من اگه الان برم تو داروخانه اصلا به قصد خودکشی شدم، یه مش قرص و دارو بردارم بریزم تو حلق خودم، یه پارچم آب روش، بعید میدونم این حجم از عوارض دچار بشم. یعنی اصلا تربیتی شده. بله آقای دولیز، ببین من الان فرصت علمی صحبت کردن نیست، ولی وقتی داریم میگیم کسانی اظهار نظر کنن که حوزه علوم استراتژی سواد داشته دونن در دنیا چه خبره، WHO چیکار داره میکنه، اعضای WHO رو بشناسن، بدونن که 30 سال اونجا داره تحقیق میشه در روی دستکاری ژنوم کرونا ویروس. مقالهش هست که مال 1989 دستکاری ژنوم اسپایک پروتئین کرونا ویروس ها 1989 32 سال پیش اکسپتنسش اومده در ژورنال امریکن سوسایتی فور مایکروبیولوژی، یعنی که از معتبرترین ها در دنیا. حالا دسته بعدی عوارض رو عرض بکنم. ببینید یه عده‌ای از اینها دچار اختلال جدی در خواب شدن. کوچیکشو نمیگم، کسی که میگه 3 روزه 4 روزه من دیگه خوب نمیخوام بعد از زدن واکسن و قبلا هم اصلا سابقه نداشته، این دیگه قضیهش فرق داره. دردهای شکمی و معده‌ای که تشدید شده یا دردهای IBS یا سندرم روده تحریک پذیر، خانمی رو آورده بودن حدود 70 خورده سالش اگه اشتباه نکنم بود. من پرسیدم گفتم چند دوز زدی؟ گفت یه دوز. گفتم چرا یکی زدی؟ گفت به خاطر اینکه بعد از اینکه دوز 1 رو زدین دچار آلزایمر شد بدون سابقه قبلی، دیگه کسی رو نمیشناخت، حتی بعضن حرف پرت و پلا میزد. 1 ماه آلزایمر ایشون ادامه داشت و بعد نم بهتر شد. لذا دکتر به هیچ عنوان دوز 2 رو نمیزنید. تشدید حملات پنیک از اینکه بیماری داره میدونن یعنی چیه، یه نوع اختلال هست که اذیت میشه. تشدید خونریزی‌های شدید ماهانه شاید 60-70% به بالا بعضا از دوره پریود خانم‌ها ریخته به هم و در برخی از اینها به شدت خونریزی‌ها تشدید شده. خب این یعنی چی؟ وقتی میگن بحث عقیمی، خب کسی که متخصص اینا رو می‌بینه یا نه؟ این یعنی تاثیر روی گونات‌ها و روی هورمون‌های جنسی، روی تخمدان‌ها و روی بیضه‌ها. دردهای شدید و طولانی مدت، انواع بصورات جلدی، ماکولوپاپوله یا لخته‌های زیرجلدی حالا با سایزهای مختلف. دست دیگه هم میشه عوارض شدید. عوارض شدید من چی به شما بگم الان؟ پرستار 25 ساله ایست قلبی بعد از 2 دوز واکسن. خانم جوان پرستار برای چی باید ایست قلبی کنه؟ رزیدنت سال 1 یعنی دوره تخصص بعد از تزریق واکسن ایست قلبی. توی سناری که میگن خودش فوت کرد، ولی جوونا چی؟ این آقای مهندس 2 ماه بعدش دچار آرزه شدید فوت. ایشون تزریق دوز دوم سکته قلبی فوت. دکتر دستور تخصصی داروسازی ایست قلبی فوت. دکتر رزیدنت قلب بیمارستان تزریق دوز دوم بر اثر عوارض فوت. حالا یا کرونا میگیرن یا عوارض مختلف. این فرقی خود کرونا رو میگیره شاید فوت نمیشد، ولی وقتی سیستم ایمنی تخریب میشه دیگه بحث دیگه است. عزیزان دارن میبینن دیگه همه جوونن تقریبا. ببینید ایشون رزیدنت طب اورژانس 2 دوز واکسن ایست قلبی. اونم خانم. تو خانم‌ها اساسا ایست قلبی در تمام این سالها بنده اصلا ندیدم مگر بیماری زمینه جدی و قبلی مادرزادی داشته باشن. این چیز عجیب غریبیه. سکته قلبی، ایست قلبی، سکته قلبی. اینا همه جوونن. این دانش آموز 15 ساله برای چی باید ایست قلبی کنه بعد از زدن واکسن؟ تازه دیروز اومدن میگن اجباری نیست. خب همه زدن. چی دیگه اجباری نیست؟ اینجا دختر منه. چه تفاوتی میکنه؟ فرض کنید فرزند خود شماست. یک نفرم زیاده. سکته قلبی، خانم جوان، پزشک جوان سکته، ایست قلبی. دکتر علی نجار اینجوری طب اورژانس دوز سوم. ایشون یه جور دیگه. خانم دکتر متخصص پوست و مو ایست قلبی 2 دوزم زده دیما. این بچه 17 ساله چرا باید ایست قلبی بکنه؟ این بچه 15 ساله چرا باید ایست قلبی بکنه؟ و از همه بیشتر که دل منو واقعا خیلی سوزون این دختر بچه 12 ساله است. کلاس 6م. چرا باید فوت کنه بعد از زدن واکسن؟ این میشه ترومبو آمبولی. این میشه همون لخته خونی که دارن میگن. تو همین هفته اخیر دیدید 3 نفر 4 نفر فوتبالیست فوت شدن در حین بازی. حالا من الان تعداد کسای دیگه هم بود دیگه نبودم. جوون 22 ساله، دختر 17 ساله. بینی و بین الله این جنایت باید پیش خدا جواب بدن. یکی از بزرگترین عوارضی که حالا بعضن دارن میگن 30% تصادف‌ها به نسبت مشابه سال قبل اضافه شده. 30% پارسال هم خب بالاخره قرنطینه بود، امسال هم هست. خب چرا؟ خب خیلی گفتن سکته‌های قلبی راننده که حالا تو بحث اسنپ و اینا ظاهرا مطرح شده اینها. نه عزیز من، بدان یکی از شایع‌ترین عوارضی که داره اتفاق میفته ترو ورتیگو یا سرگیجه‌های واقعی ناگهانی است. یعنی من راننده تاکسی اومده پیشم بهم گفت که یه دفعه این رانندگی سرگیجه شدید گرفتم، فقط خواستم خودمو سریع برسونم پزشک، به 3 تا ماشین به قول معروف مالونده بود، یعنی کشیده بود، ماشین خورده بود. 2 نفر از راننده ازش میگذرن، یکی ازش خسارت گرفته بود. حالا خدا رو شکر اتفاقاتی نیفتاده بود. یا یک موتور سوار این رو به من گفت. الان توهم کسانی دارن که میگن اینا نیست. من خدا میدونه میگم یه سری از موهای سر و صورتم تو همین چند ماه اخیر سفید شد واقعا. میبینم دستم به هیچ جا نمیرسه و نمیتونم به کسی بگم چیکار باید بکنم. اینجا که میخوام بگم یه میگم ماست زدی فلان زدی این حرفا. حالا کم خونیشون تشدید شده، بحث تاکیاریتمی بهش میگیم، یعنی ضربان نامنظم قلب. یه دفعه تپش قلب میگیره فرد بعد کند میشه. دوبینی، تاری چشم، دوز سوم که به وفور، یعنی هر چی دوز قبلی هر چی بود بعد در 2 بکنه تو دوز 3 داره دیده میشه. متاسفانه همین امروز یه مریضی داشتم که سر ترسوندنی که از اومیکرون ایجاد کردن دوز 3 شو درست می‌زده بود با واکنش آلرژیک شدید و جنرالیزه اومد و هر چی داروها رو بهشون تزریق می‌کردیم مثل آی وی جواب نمیداد و فرد گفت دکتر دارم می‌میرم، فکر کنم دیگه رو فوتم، یعنی تنگی شدید تنفسی، فشار رو قفسه سینه واقعا داشت از بین میرفت. بالاخره خدا لطف کرد و دارویی که زدیم ایشون حالش بهتر شد، گرچه اعزامش کردیم بیمارستان و غیره.
از اون که با دوزهای بیشتر این اتفاق بیشتر میفته. من میخوام تونتون رد شم. این گزگز سر انگشتا میگه سر انگشتم دکتر گزگز میشه، اصلا نبود درد پیدا کردم، حالا گسترش پیدا کرده اومده به ساعد دستم به پایین دردهای شدید داره میگیره. یه دسته دیگه از عوارض اینه که بیماری قبلی داره، بیماری مزمنی داره که کنترل شده است و داروهاش جواب داده، مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل آسم. اینا که دارم میگم دونه دونه‌اش رو بنده همکارا مریضا رو دیدیم. حالا بعضی ام اس داشتن، چندین نفر روماتیسمی داشتیم با عود شدید بیماریشون اومدن پیش من. مثلا یه نمونهش سرطان بود، یه خانم یه سرطانی داشت، حالا اسم نمیبرم، میگفت 3 سال تحت کنترل بودم، داروها جواب داده بود، رادیوتراپی کرده بودم، حدودا 1 ماه بعد از دوز دوم علامت دار شدم دوباره مثل قبل از اینکه درمان بشم و رفتم پیگیری کردم، به من گفتن دوباره سرطانت فوت کرده و این بار دیگه رادیوتراپی جواب نمیده و جراحی شید. خب کی جواب میده؟